ассалому алайкум, шунавандагони арҷманд. با توجه شما گفتار از سلسله خوانشی ادبی، قرائت کتاب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان، تاجیکان در آینه تاریخ از آریان تا سامانیان، کتاب سیوم، گفتار 78، قسم 1. محمد بعد ازدواج با خدیجه به دایره توانگران صاحب ثروتان مکه منصوب گشته احترامی او در میان خاص و عام می افزود. پیامبر انسانی کامل و نیک سیریشت بوده، ثباتی عزم و نیروی اراده و روحی توانا داشت. با مروری رفتنی عمر تفکر و تحمل و اندیشه هایی بر دوام یارش می گشت و از قضا خوابهای راستین می دید. او بیشتر به ریاضت و عبادت مشغول شده، از نیایش خداوند روحش می آسود و وجودش راحت می کرد. دوری جستن از غوغای زندگی، رو آوردن و صبر و قناعت و گوشنشینی و عزلت پسندی به خلقش راه می یافت. از این رو او هر سال از روی آیین مردم قریش به غار کوه حرا 2 فرسخ دور از مکه رفته به عبادت و ریاضت می نشست. او اندر این غار خلوت روحش را پرواز می بخشید، اسراری حقیقت را می جست و از کرداری ازل حیران می ماند و اختیار به اندیشه و تفکر داده رفتنی روز و شب را احساس نمی کرد. چون به دامانی 40 سالگی رسید، در شب قدر ماه رمضان سال 610، هنگامی که در غار حرا غنبیده بود، جبرائیل با امر خدا خود را به وی نمود و پیش آمده گفت: درود بر تو ای محمد، ای پیغمبری خدای. محمد بی‌ترسید و بر پای برخاست و پنداشت که دیوانه شد. جبرائیل او را گفت: مترس که تو پیغمبری خدای جل جلاله و من جبرائیلم، فرشته خدای. و جبرائیل او را به خواندن وحی امر نمود که با نام سوره علق خونلخته در غار حرای مکه نازل شده است. بخوان به نام پروردگارت که بیافرید آدمی را از خون بیافرید. بخوان و پروردگاری تو ارجمندترین است، خدایی که به وسیله قلم آموزش داد. نازل شدن وحی و ظهور جبرائیل را به پیامبر، اسلامشناس توانای آلمانی آگوست میولر در کتاب پرمحتوایش تاریخ اسلام، قریب در هماهنگی با تاریخ طبری نگاشته، می افزاید که بعد بازگشتن از غار حرا او را ترس و هراس و بیم عظیم فرا گرفت و از غایت اضطراب و حالت چون تبلرزه از خدیجه خواهش نمود که بالایش را پوشاند. پس از فرصت به جامه پیچیده خوابیدن احساس نمود که همان بانگ آشنا به گوشش می رسد و لحظه نگذشته سوره مدثر 74 آیتهای 1-4 برایش نازل گشت و پیامبر جامه را از سر افکنده به حقیقت اسلام و وحی خداوند
ایمان آورد. اینک اصلی سوره مدثر، جامه در سر کشیده از کتاب مقدس قرآن. به نام خدای بخشاینده مهربان. ای جامه در سر کشیده، برخیز و بیم ده و پروردگارت را تکبیر گوی و جامت را پاکیزه دار و از پلیدی دوری گزین. واقعاً کتاب صحیح امام اسماعیل بخاری که در عالم اسلام بعد قرآن صحیح ترین دستور است، سؤال صحابگان پیامبر و پاسخ حضرت را آید به چگونه رسیدن وحی چنین می آرد. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم گفت: گاها به گوش من صدای مثل آوازی زنگوله می آید و آن سختترین وحی است و هنگام قطع می گردد که من آنچه را که گفته می شود فهمیده باشم. گاها فرشته به گونه مرد نمودار شده با من سخن می گوید و من آنچه را که می گوید می فهمم. عایشه رضی الله عنها گفت: براستی من او را در روزی سرمای سخت دیدم که به او وحی نازل می شد و در مورد قطع گردیدنش پیشانی او عرقشار بود. اولین کسی که بعد محمد اسلام آورد و از پس پیامبر نماز گزارید همسرش خدیجه بود. روز آنها نماز می گزاریدند که علی ابن ابو طالب که در خانه پیامبر می زیست هنگام ادای سجود به حضورشان درآمد. از این کار آنها در حیرت مانده پرسید: یا محمد، کی را سجده می کنی؟ پیغمبر پاسخ داد که به خدای سجده می آورم که مرا پیغمبرش خوانده و فرموده که مردم را به پرستیش او خوانم. اگر تو هم به دین ما بگروی از گناه کافری برهی. سپس محمد آیات نازل شده قرآن را برایش خواند. علی مفتون آیات شده رخصت خواست که با پدرش مشورت نماید. پیغمبر او را تأکید کرد که سجودشان را پنهان دارد و غیر ابو طالب به کسی نگوید. و علی از آستان سرای بازگشت و گفت: یا محمد، خدای عز و جل مرا بی مشورت ابو طالب آفرید. مرا نیز برای پذیرفتن دین خدای و پرستیش او نیاز به ابو طالب نیست. سپس رسالت پیامبری و دعوت محمد آشکار شد و او به اندیشه افتاد که این راز را پیشی کی گشاید تا نگوید این مرد دیوانه شده است. عاقبت او از میان اهل قریش دوستی صادقش ابوبکر ابن ابو کوحافه را انتخاب نمود که مردی بود بزرگوار، تجارت پیشه و با امانت، زیرک و عاقل، پاک طینت و پسندیده مردم و پیر و جوان برو گرد آمدندی و سخن او بشنیدندی و از وی رأیها پرسیدندی. محمد رازی پیامبری خود را به ابوبکر گشاد و دین به او عرضه کرد. ابوبکر بدون تشویق دعوت پیامبر را پذیرفت و به اسلام ایمان آورد. و از پس ابوبکر اول زید حریثه
سپس بلال و حمامه یگان یگان مسلمان می شدند. ابوبکر نیز قصه اسلام آوردن خود را به کسانی مورد اعتمادش می کشاد و به تشویق او عثمان ابن عفان، عبدالرحمن ابن عوف، طلحه ابن عبیدالله، سعد ابن وقاص و زبید ابن عوام به اسلام گرویدند و بعد مدت شماره آنها به 39 تن رسید که دین خیش نهان می داشتند و نماز را پنهان می گذاریدند. آوازه دین محمد و رسالت پیامبریش به میان مردم مکه پهن می شد و نفوذ خدایان سابقه هبل، لات، عزا، نائله و دیگر بت و صنم‌های کعبه می کاهید. عاقبت مشرکان قریش و قبایل دیگر بر پیامبر شوریدند و اشرافان مکه با هدایت ابو سفیان به نزد ابو طالب که هنوز اسلام نآورده بود شتافتند و چنین دادخواهی نمودند: برادرزاده تو از خدایان ما بد میگوید، از دین ما عیب جویی می کند و به عقل ما می خندد و پدران ما را گمراه می شمارد. به او بگوی که از ما دست بردارد و یا او را به ما واگذار. تو نیز مثل ما با او موافق نیستی و ما حساب خود را با او یکسره خواهیم کرد. خلاصی کلام بعد چندین هنگامه های تیز و تند، تحقیر و آزار و بدرفتاری های مشرکان قریش و تهدید به جان پیروان اسلام، گروه از مسلمانان به حبشیه مراجعت کردند، ولی پیامبر با پشتیبانی خاندان بنی هاشم و عمکش ابو طالب، مهتری قبیله قریش، از قصد بدخواهان در امان بود. از قضای تقدیر از دوران نبوت محمد 9 سال گذشته بود که عمک 80 ساله اش ابو طالب در ابتدای ماه ذوالقعده، نیمه اولی ماه ایولی سال 619 از جهان گذشت. از میان 1 ماه پسی سرگشته همسرش خدیجه وفات کرد و پیامبر اسلام در سیمای آنها از 2 پشتیبان و حامی با وفایش محروم شد. به قول اوگوست میولر و دیگر اسلام شناسان، خدیجه در سن 65 سالگی فوتید و او را از مشورتها و مهربانی‌های غمخوارانش بی نصیب نمود. بعد مرگ ابو طالب، بدخواهان محمد افسوده مشرکان به آزار او دست می زدند و حال پیروانش را تنگ کرده سویشان سنگ می انداختند. ولی پیامبر مردم مکه را به پرستش خدای یکه و یگانه دعوت می کرد، جهتهای اخلاقی و اجتماعی تعلیمات اسلام، برابری و برادری، انصاف و عدالت و خیر و احسان را تلقین می نمود و آنها را از نیایش هبل و دیگر بت و صنمها بازداشتن می خواست. آزار قریشیان تا رفت اوج گرفته، پیامبر را وادار نمود که رو به طایف آورده اشرافانش را به اسلام خواند و از آنها مدد جوید. طایف در فاصله 3 روزه راه از مکه واقع بود و اهل مکه به این شهر قرابت و رفت و آ داشتند. پیامبر 26 شوال مطابق به 15 ایون سال 619 نهانی به طایف آمد و از مهتران آن 3 برادر حبیب،
مسعود و امیر فرزندانی امیر از قبیله بنی ثقیف درخواست نمود که او را بپذیرند، از آزار اهل قریش پناه دهند و اسلام آورند. 3 برادر این تقاضا را نپذیرفتند تا به سرزنش و خصومت اهل قریش گرفتار نشوند و جوانان جاهل را به پیامبر برانگیختند که این دیوانه قریش را بیرون کنید تا امشب اندر حد طایف نماند. آن جوانان بر او شتاب همی کردند و بزدندش و سنگ انداختند و بر شتالنگ بزدند و خون از وی روان شد. پیغمبر بشتافت و از حد طایف بیرون آمد، پیاده و رانده و غمگین و گرسنه و تشنه و خونالود شده. مشرکان قریش از رفتن پیامبر به طایف آگاه شده با سروری ابو جهل عزم نمودند که او را به مکه راه ندهند. محمد از قصد مشرکان آگاه شده ناچار رو به غار حرا آورد تا پشت و پناه یافته سپس وارد مکه گردد. عاقبت مطعم ابن عدی سروری قبیله بنی نوفل او را زنهار داد و به پناهش گرفت. پیامبر با حمایت و پشتیبانی مردان این قبیله 23 ذوالقعده مطابق به 12 ایول سال 619 به کعبه آمده نماز گزارید و از دعوت خیش دست بر نداشت و برای افزودن نفوذ خیش و اتحاد پیروانش عایشه دختر ابوبکر را خواستگاری کرد. خبر پیامبر اسلام به تمام کشورهای عربستان پهن شده در شهر پرفیض و سرسبز وادی حجاز یثریب که 350 کیلومتر در عرض شمالی مکه واقع بود سر و صدای انگیخت. ساکنان یثریب اساساً قبیله های اوس و خزرج باشند هم در این شهر طایفه های عرب تبار یهودی یا انیخترش عرب های یهودی مذهبی بنی قینوقه، بنی قریظه، بنی نذیر میزیستند. در بین این قبیله ها اتحاد و سازش نبود و پیروان مذهب یهودی مطابق کتاب های مقدسشان از پدید آمدن پیامبری نو و افزودن نفوذ خیش در قلمرو حجاز حدس می زدند و دیگر قبایل عرب را بیم می دادند. گروهی از قبیله های اوس و خزرج که در اصل بت پرست بودند هنگام زیارت کعبه به پیامبر اسلام دچار آمدند. وقتی محمد با این گروه سخن گفت و به سوی خدا دعوتشان کرد به یکدیگر نگریستند و گفتند به خدا این پیغمبری است که یهود میگویند، نگذارید آنها زودتر از شما بدو بگروند. همین طریق بعد 1 سال انواخوری هنگامی فرارسیدن زیارت کعبه 12 نفر نماینده از جانب قبیله های اوس و خزرج شهر یثریب به مکه آمده با پیامبر در عقبه ملاقات کردند و پیمان بستند که چیزی را با خدا انباز نسازند، دزدی و زنا نکنند و فرزندان خیش نکشند، بهتان و افترا نزنند و در کارهای پسندیده و روا فرمان پیغمبر را ببرند. اگر به پیمان خود وفا کردند سزای آنها بهشت باشد وگرنه کارشان با خداست. اگر بخواهد عذاب کند، اگر خواهد ببخشد.
بعد این پیمان که با نام پیمان اول شهرت دارد، پیروان محمد در یثریب افزوده دین اسلام روز تا روز بیشتر انتشار می یافت و سالی از میان گذشته بود که بیش از 70 نفر پیروان اسلام سال 622 از یثریب به طواف کعبه آمدند که با پیغمبر صلوات الله علیه گرد آیند بر عقبه و با او بیعت کنند و او را به مدینه برند. بعد ملاقات با پیامبر که چون پیشتره در عقبه صورت گرفت، در حضور عمک محمد عباس ابن عبدالمطلب پیمان بستند و سوگند خوردند که خون و خواسته خیش از برای خدای تعالی داریم و از آن پیغمبرش و خدای عز و جل را نخست به خود گواه کردیم و پس تو را که عمی پیغمبری. پیامبر بعد این پیمان از آنها خواهش نمود که بر گواهی خود از بینشان نقیبان را نامزد کنند. آنها از میان 70 تن 12 مرد را نامزد کردند که 9 تن از طایفه حزرج بود و 3 تن از اوس و همه مهتران ایشان بودند. و دیگر باره سوگند خوردند که همه مردمی شهر یثریب فرمان پیامبر برند. پیامبر از پیمان آنها شاد شد و از انتخاب 12 نقیب فالی نیک برداشت. عدد این نقیبان و مهتران که این پذیرفتاری کردند 12 تنند و عدد حواریان عیسی 12 تن بودند که خدای عز و جل دین عیسی را بدیشان آشکار کرد و در همه جهان بپراکند. با همین پیمان پیامبر به پیروان خود دستور داد که سوی یثریب مهاجرت نمایند. پیروان اسلام از مکه به یثریب با دسته‌های چند نفری رهسپار می گشتند تا قبیله قریش از مهاجرت آنها آگاه نگردد. عاقبت محمد با همراهی ابوبکر صدیق 12 ماه ربیع الاول مطابق 14 سپتامبر سال 622 به قبا رسید که در فاصله 2 فرسخ از یثریب واقع است و مسلمانان یثریب پیامبر را چند روز باز انتظاری می کشیدند. محمد با ابوبکر در قبا 4 روز مانده اولین کاری که کرد اساس مسجد قبا را بیرفت. چنان که در بالا گفتیم مادر پیامبر آمینه از اهل قبیله حزرج بود. از این لحاظ او در ابتدا به نقیبان خیش از طایفه حزرج و اوس تکیه کرده آیین اسلام را در سراسر یثریب انتشار می‌داد. دیرتر شهر یثریب به شرف آمدن پیامبر اسلام نامی مدینه النبی را گرفت و سال 622 میلادی یعنی تاریخ از مکه به یثریب هجرت کردن محمد ابتدای سال شماری مسلمانی پذیرفته شد. به قول طبری پس اندر سال هجرت پیغمبر صلوات الله علیه بفرمود تا آن را سال تاریخ بنهند. همین طریق در زندگانی محمد نه تنها تاریخ گذاری نو به حکم رسمیت در آمد، بلکه دوران نوی زندگی، دوران افزودن نفوذ سیاسی و اجتماعی دین اسلام و چون پیشوای واقعی مسلمانان و سیاستمداری دوراندیش ظهور کردن او شروع گردید. محمد قبل از همه
در مدینه النبی یثریب، میان مهاجران یعنی مسلمانانی از مکه آمده و انصار یعنی مسلمانان یثریب، انیقترش گروهی از مردمان یثریب که در آن هنگام مهاجران را کمک کردند، طرح دوستی و برادرخواندگی را براه انداخته کلی مسلمانان را از همه قوم و قبیله های عرب برادر و برابر اعلان کرد. سیاست برابری و حکم برادرخواندگی اهل اسلام، هماوازی و استقبال مردم مدینه را از پیامبر اسلام افزوده، باعث وحدت و اتحاد مسلمانان به خصوص مردم عادی در اطراف محمد گردید. او در زمینه سیاست برابری و برادری مسلمانان بنیاد تمدن و دولتداری اسلامی را نهاده، دین اسلام را اول در مدینه و سپس در دیگر شهرهای عرب انتشار داد و عملاً نظام دولتداری عربها را به عرصه تاریخ آورد. محمد هنگام آغاز فعالیتش در مدینه به خاطر از بین بردن خصومت داخلی و متحد ساختن تمام اهل یثریب حتی با یهودیان قرارداد بسته پیروی آنها را از دین سابقشان منع نکرده بود. موافق متن این قرارداد، یهودیان بنی عوف با مؤمنان متحد و در حکم یک امتند. یهودیان پیروی دین خود و مسلمانان پیروی دین خویشند. یهودیان در جنگ عهدهدار مخارج خود و مسلمانان عهدهدار مخارج خویشند و همدیگر را بر ضد کسی که با پیروان این قرارداد به جنگ برخیزد یاری کنند. حوادث و اختلافاتی که میان پیروان این قرارداد رخ می دهد، مرجع آن به خدا و محمد رسول اوست. محمد خطر حمله احتمالی دشمنانش را از مکه پیش بینی کرده میخواست در میان قبیله های مختلف مذهب و گوناگون نسب یثریب صرف نظر از خصومت و کینه های دیرینه شان اتحاد و همپیمانی پدید آورد. او عدالت و برادرخواندگی و مهربانی و دستگیری بین همدیگری امتان را تلقین کرده، مظهر دین و احکام تمدن اسلام را به علی ابن ابو طالب چنین شرح می دهد: معرفت سرمایه من است، عقل اساسی دین من، محبت اساسی کاری من، شوق مرکبی من، یاد خدا انیسی من، اعتماد گنجینه من، غم رفیق من، علم حربه من، صبر ردای من، رضایت غنیمت من، فقر افتخار من، زود حرفه من، یقین قدرت من، راستی شفیع من، عبادت مایه کفایتی من، کوشش فطرتی من است و خوشنودی من در نماز است. شنوندگان گرامی، شما گفتاری 78م قسم یکم را از کتاب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان تاجیکان در آینه تاریخ از آریان تا سامانیان شنیدید. راوی علیزاده عبدالرشید خوجمکل، کارگردان شیرعلی نفضلی. پایان گفتار از سلسله خوانشی ادبی. شاد باشید.